صبر کن، چند لحظه تصور کن که روزی رسیده هم از قبر بلند می شوند. قلب ها می تپد، چشم ها پر از وحشت است، زمین در زیر پایت می لرزد، خورشید در بالای سرت پایین و پایین تر می آید. آن روز بعضی از انسان ها در عرق خود تا به ژلک پا و بعضی ها تا زانوی پا و بعضی ها تا گردن غرق می شوند. آن روز یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه. آن روز برادر از برادر، مادر از پسر، خواهر از برادر فرار می کنند. اما در میان تمام این ترس ها و هراس ها و نگرانی ها نگاهت بر گروهی می افتد که آنها در زیر سایه عرش الله تبارک و تعالی ایستادند. نه قلبشان می تپد و نه پریشانی دارند. از خود می پرسی اینها چه کسانی باشند؟ ای کاش من هم از جمع این گروه می بودم. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند اینها 7 گروه هستند که روز قیامت بجز سایه عرش الله تبارک و تعالی دیگر هیچ سایه نیست که اینها زیر سایه عرش الله تبارک و تعالی قرار می گیرند. اول آن شخص جوانیش را در راه الله تبارک و تعالی سپری کرده باشد در زیر سایه عرش الله تبارک و تعالی قرار می گیرد. و دوم آن دو شخصی که فقط به خاطر الله تبارک و تعالی با همدیگر دوستی کردند، نه به خاطر هدف شخصی. و سوم و آن شخصی که طوری مخفیانه صدقه می دهد که با دست راست می دهد، دست چپش خبر نمی شود. و چهارم آن شخصی که هر زمانی که به آن گناه میسر می شود و فقط یک جمله می گوید من از الله می ترسم. و شخص پنجم آن حاکم و یا آن مسئولی که در زیر دست خود و با رعیت خود عادلانه رفتار بکند. چون انسانی که هر لحظه ای که گناه به آن میسر می شود و فقط می گوید من از الله می ترسم. و هفتم شخصی که محبت مسجد در قلبش باشد و این شخص هم در زیر سایه عرش الله تبارک و تعالی قرار می گیرد. پس ای دوست من، آیا حداقل یکی از این خصلت در وجود تو هم هست؟ اگر هست خوشا به حالت، سعادتمندی و در زیر سایه عرش الله تبارک و تعالی ان شاء الله تعالی که قرار میگیری. و اگر نیستی حالا هم فرصت داری، دری توبه باز است، پرونده اعمال بسته نشده، هنوز هم من تو فرصت داریم. دعا میکنم که تو هم از جمله این گروهی باشی که روز قیامت در زیر سایه عرش الله تبارک و تعالی قرار گیری.